بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. همونطور که مشاهده می کنین بنده الان دقیقاً جایی هستم که بالگرد حامل آقای رئیس جمهور و همراهانشون در اینجا دچار سانحه شده. همونطور که میدونین دیروز بعد از افتتاح سد قزقلسی که داشتن می اومدن تبریز در همین منطقه در جنگل‌های ارسباران، به خاطر اینکه هوا مه‌آلود بوده بارش باران داشتیم، اینجا دچار سانحه شده و هم اینجایی که مشاهده میکنید پیکرهای هواپیما اینجا هستن. از دیروز عملیات امداد و نجات از وقتی که این حادثه اتفاق افتاده انجام شده. نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش همه دست به دست هم دادن و مردم این منطقه رو عرض کنم که شبانه روز نخوابیدن، در کنار این نیروها بودن. نیروهای هلال احمر رو بگم، نیروهای محیط زیست رو بگم که دست به دست هم دادن، موتورسواران رو بگم که اینجا حضور پیدا کردن. عرضم به حضورتون آفرود سواران رو داشتیم که در حال جستجوی پیکرهای این عزیزان بودن. پیکرها منتقل شده و دارن میرن تبریز که تبریز تشریح بشه. ما در خدمتتون هستیم اگه سوال خاصی بود. تشکر ویژه از آقای عبدی که از محل حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور همراه ما بودن.